موسیقی زبانی بین المللی احساسات بوده به رشد ذهنی و ایموشنالی کودکان تاثیر مثبت می‌رساند. گوش کردن آهنگ‌های مناسب سن و سال، سرودخوانی کودکانه و یا نواختن یک ساز از خردی می‌تواند خاطره، ایجادکاری و حس زیبایی شناسی کودک را تقویت دهد. مفهوم افکت موزارت که میگفت گوش دادن موسیقی کلاسیکی قابلیت معرفتی را بهتر میکند. هرچند بدتر این هر خیل شرح داده شد. هرچی باشد در مکتب‌های غربی درس‌های موسیقی جزء برنامه اند و بسیار کودکان نواختن اسباب موسیقی را می‌آموزند. در شرق موسیقی همیشه جزء زندگی بود. سرودهای لالایی برای آرام کردن کودک، نوای دوتار و رباب در بزم‌های خانواده یا مشق‌های حافظان نورس در محفل‌های هنری. برای رشد کودک توسط موسیقی پیش از همه محیط کار از نوا را فراهم آورید. این نه به آن معناست که کودک را مجبور کنید موسیقی که کلانسال گوش می‌کند پسند کند، بلکه پیشکش کردن آهنگ‌های مخصوص کودکانه شاد و آموزنده است. مثلا فتح‌های سرودهای بچگانه را در ماشین یا خانه گذارید تا کودک همراه تکرار کند. اگر کودک شوق و استعداد بیشتر نشان دهد، می توانید او را به درس موسیقی دهید. آموزش نواختن پیانین، اسکریپکا یا یگان اسباب ملی مثلا دایره یا نی نه تنها ملکه موسیقی را می بخشد، بلکه صبر و توجه، انتظام و قابلیت مطالعه نوا را هم در او انکشاف می‌دهد. با مرور زمان موسیقی برای او می‌تواند یک راه افاده خود و آرامش دل شود. حتی اگر پروفسیونال هم نشود فرق ندارد. مهم آن است که توسط موسیقی دنیای کودک رنگارنگ و بوی می‌گردد. آیا شما والدان و استادان عزیز این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفاً نظر خود را به ما نویسید. سرپرستی برنامه ما شرکت لین دوید می باشد. لین دوید برای تمام عائله.